سلام علیکم دوستان و کانال ما خوش آمدید. در این ویدیو ما می‌آموزیم که چطور میتوانیم پاسورد وای فای که به آن ما وصل هستیم او رو پیدا کنیم. پس در تسک بار در نوتیفیکیشن ایریا جایی که آیکون وای فای هست بالا کلیک کنید. بعد از آن نتورک اند اینترنت سیتینگز را انتخاب کنید و در این صفحه پایینتر نتورک اند شیرینگ سنتر را بالای آن گزینه کلیک کنید و در اینجا میبینید نام وای فای که وصل هستم به نامش هست. بالای او نامش کلیک کنید و در این ویندو وایرلس پراپرتیز را انتخاب کنید و در اینجا در سکیوریتی تب بروید و در اینجا پاسورد به شما اینجا است اما پنهان است. برای ظاهر شدن باید شو پاسورد را مارک کنید. اینجا پاسورد به شما ظاهر میشه. خب دوستان تشکر از اینکه ویدیو را تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر کانال ما را سابسکرایب کرده با دوستان خود شریک بسازید و نوتیفیکیشن آن را آن کنید. تشکر، روز خوش.